دایرکت پر شده از این که نظرتو در مورد برنامه عشق ابدی بگو و منظورشون اینه که نوع آشنایی، دیتینگ، جلسات اولی که آدما میرن با هم دیگه صحبت میکنن چیکارا باید کرد. خلاصش این بوده. من نمونه خارجی این برنامه رو سالها قبل دیده بودم، چند تا بخش از این برنامه رو هم دیدم. نکته‌ای که توی کارگاه ها، گروه ها، همیشه سر کلاس ها من تأکید خیلی زیادی روش دارم، بحث صمیمیته. یک رابطه رو صمیمیته که نگه میداره. برای اینکه ما با هم دیگه صمیمی بشیم نیاز به تجربه حال خوب داریم، نیاز به خاطره داریم. همین الان توجه کن، وقتی که خاطرات خوبی داری از یه رابطه عاطفی یا حتی یک رابطه معمولی با خانواده، با دوستان، با همکاران، وقتی اون خاطره خوب رو به یاد میاری کل فضای ذهنی، کل هیجانات تغییر میکنه، کلی پر از هیجانات مثبت میشی. این توجه به خاطره سازی، خاطره های خوب ساختن خیلی نکته مهمی که تو روابط ما بهمون یاد نمیدم، اصلا بهش توجه نمی کنیم. این که من قراره برم وارد یک رابطه بشم نیازمند یه عالمه بررسیه. تو جلسات اول ضمن این که دارم یه سری چیزا رو نگاه میکنم، چشم قرار نیست ببندم، قرارم نیست فقط برم دنبال لذت خاص یا اینکه فقط به لذتم توجه کنم. یه چیز متعادل بین بررسی کردن، توجه به لحظه حال و لذت بردن از اون زمان و تایم اون آدم اگر مورد پسند منه، ولی توجه به این که ما ساعتهای خوش با هم دیگه بسازیم، خاطرات خوش با هم دیگه بسازیم. این دقیقاً سوخت یک رابطه است، سرمایه یک رابطه است، چیزیه که ما باید بهش توجه کنیم و بسیار بسیار توی روابط ما جاش خالیه. از اون طرف اگه نگاه کنیم روابطی شانس ادامه پیدا کردن داره که آدما میرن تو رابطه از هم خوششون میاد روزای اول و بعد لحظه های جذابی رو با هم تجربه میکنن و اون سرمایه میشه برای ادامه دادن. مراقب این نکته باش.